چطورین بچه‌ها خوبین؟ سلام دوستای گلم، چطورید؟ خوبین؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ما اومدیم دوباره با یه دونه چالش جدید اما خیلی متفاوت‌تر از قبلی‌ها که دیگه مجازاتش رو نمیذاریم که واسه آخر. همین الان سوالایی که میپرسم در مورد خودم از پریا میپرسم و پریا اگر اشتباه بگه همین الان مجازاتش میکنیم. بدبختی داریم. هدف من مجازات بشه. مجازاتش هم گذاشتم اینجا، خیلی سخت نیست و خوش بالش هم باشه. خودم درنم افتاده. آلوشه جنگلی، حالا آلو و بیشتر میخوام مجازاتش کنم. نمکم میپاشم روش ترش ترش بکنم قشنگ. به من واقعا بدم میاد شور شه. واسه بقیه مجازات خوبیه، واسه مجازات خوبیه چون دوست ندارم. آخ میتونم آب زرشکم بهت بدم. اما عامل پشت صحنه چرا یعنی چه کاری میکنی؟ خب بریم برای چالش. موافقی؟ آماده ای؟ بدبختی داری بد دستت دیگه. بریم. خب من این تو نوشتم یه سری چیزا رو که نامه اعمالم آورده. خب در مورد من بگو که تو سیاره ها مشتری رو بیشتر دوست دارم یا زمینه؟ سواله؟ نه خدای سواله. نه این جواب واقعا سواله؟ جواب بود. قرار بود بین دوتا جواب یکی رو انتخاب کنی. مشتری؟ نه که مشتری نیست، اون پشتریه. ولی نه اشتباه گفتیم. خب بی بسم الله شروع میکنه. خدایی خیلی خوشمزه است قیافش. نمیخوای هستاشو توف کنی؟ مثل این بوشه زهر ماره بچه. آب لیمو فکر کنم نمک اینا هم بهش زده. نه هیچ نزد. دروغ من. نمک یه ذره زدم. زیاد نه. خب ماهو دوست دارم یا خورشید؟ یا ماه. آفرین. خوش مرسی. درست گفت. رنگا سفید دوست دارم یا سیاه؟ خیلی آسون بود چون کلا من مشکی میپوشم یا حالا مثلا تیپی میزنم که باید مشکی پوشم پلیسا فرار میکنن رنگ مشکی. بکنم تو ویدیو هم نگاه کنید هیچ وقت مشکی تنش نمیبینید. آره رنگای مشکی نمیدونم سرمه‌ای رنگای تیره کلا نمیپوشم. قطعا سفید. درست. شانس آورد. شکر. تو تیپا اسپورتو میپسندم یا خانمانه؟ سخت شد. آخه جفتشو هستی. واسه بیرون اسپورت میپوشه، واسه مثلا جای مهمونی و این چیزا خانمانه میپوشه. یعنی کدومو بیشتر دوست داری؟ یه سوال بعدی بپرسید. یه ذره بهم تایم فکر بده. دیگه بعد انقدر منو بشناسی که من هنوز سوال تموم نشده جوابمو بده. اسپورت. اشتباه. از این یکی بهت میدم. این خیلی ترش نیست. قیافت چپر شلوغ کنی از یکی بهت میدم. یه دیگه خوشمزه. خوب بود. این جایزه اضافه میشه. بس از یکی بدم. من چرا نمیشه؟ خب مدل موی کوتاه دوست دارم یا بلند؟ بلند. درست گفت. متاسفانه نتونستم. خواستم نمک بپاشم موی یکی بدم. راجه چقدر حسه داره. نه به خاطر که یه بار خواستیم موهاشو کوتاه کنیم اینقدر، یعنی تو دوربین دارم نشون میدم اینقدر از موهاشو زدن پایین موهاش بود. نشسته بود عین بچه‌های 6 ساله داشت گریه می‌کرد. میگفت چرا موهای من زدی؟ خدایی اونقدر نه. الان نگاه نکنید که موهاش کوتاه کرده ها. الان بلون کرده کوتاه کرده. خدایی اون اینقدر بود. آره.
والا موهام تا اینجای کمرم بود اومد تا سرشونم. یهو نصف شد. متاسفانه به خاطر هیر استایلشون بود. یه ذره شوخ بود. بی تربیت هم، بی شخصیت هم. اینقدر دارم مهر کوتاه کرده. خب توی اکسسوریا بدلیجات دوست دارم یا طلا؟ طلا. از اونجایی هم که ترکی طلا دوست دارم. من خودم هم دوست دارم. من کلا اصلا به بدلیجات آلرژی دارم. خب تو برندا آیفون یا سامسونگ؟ آیفون. خوش آیفون. خونه بودن رو دوست دارم یا بیرون رفتن؟ خونه بودن. اشتباه بود؟ نه جزمه که میدادی بهتر بودا. بخور رفت ازم. زهر ماره. ترشه به این خوشمزگی خداییش اصلا نداریم رو دستش. من پرت بردیم. خب تو مسافرت ها داخلی دوست دارم یا خارجی؟ خارجی. اشتباه. چرا؟ این برشیه بدم به نگاه چقدر بدجنسه از یکی همش داره میده. اون کسته نداره بود به طور پایین نخواستی به جایی. خب رقص دوست دارم یا ورزش؟ نمیدونم اجازه طلب کنیم رقص. درست گفت متاسفانه. بچه واقعا بد مزه است. من دلم میخواد همه اینا رو به خوردش بدم. در این حد واقعا بد مزه است. تو سفر دوست دارم چادر بزنم یا برم یه هتل لاکچری؟ هتل رو بیشتر جای تمیز رو کلا بیشتر ترجیح میده. اگه خود وسواسی داره. رو کثیفی و اینجور چیزا زیاد حساسه. سفر رو با پارتنر بیشتر دوست دارم یا با دوست؟ پارتنر یا دوست؟ پارتنر و دوست با هم نمیشه؟ نه. پارتنر. درست. نگاه نکنید. خب تو نوشیدنی ها ترش دوست دارم یا شیرین؟ شیرین. بگی ترشه ها. نه درست. همین الان بابا نوشیدنی شیرین خورده. نه درست بود. بعد چای دوست دارم یا قهوه؟ چای یا قهوه؟ قهوه میخوری؟ چای. چای فقط یه دون سرونه میخورم. چای آجی اون چند تایه آجی؟ اون چند تایه؟ رحمت به من چطور بخورم؟ خورد داده بره پایین ولش کن. آجی 600 تا هسته داره فقط 4 تا میخوای باید همکاری کنم بخورم کم نشه؟ زرنگه. این شیرینه دیگه خداییش. 4 تا رو با هم میخورم بزر بخور بکن تو لپت خیس بخور برای زنگ تفریح. چوب داشت دیگه کردیم بابا برم چوب دیش بود برو برکی بستنی دوست دارم یا آب میوه؟ آب میوه. آره 4 رو تو لپه بابا از اون نده دیگه. از این بدم؟ از اون هم نده. من بعد از این چالش دیگه چالش نمیگیرم. تموم شد. حالا ببین اگه دوباره نیومد.
فست فود دوست دارم یا سنتی؟ سنتی. درست گفت. فلفل یا پیاز؟ فلفل. کارگران مشغول به کارم داره همون نمیشه. ببخشید بچه من تو حساس نگرم. گفتی چی فلفل؟ درست گفت. خب کیک یا کلوچه؟ کیک یا کلوچه؟ کیک یا کلوچه؟ کلوچه نداری؟ حالا کلوچه دیگه. اونایی که میگن یه دونه بهت میدن و بقیه‌اش دست ندن دیگه. خدا دیگه چقدر فکر می‌کنی؟ کیک. اشتباه. عوامل پشت صحنه ببین چه بلایی داره سر من میاد. خب لعنتت نکنه. آجیل یا میوه؟ اشتباه بگی یه قاشق گنده میکنم در درست. چه با استرس نگاه کرد. خب فیلم ترسناک یا درام؟ درام. درست. عوامل پشت صحنه بالاخره یه تقلا به من رسوندن. فکر کنم که مجازات کفایت میکرد براش، ولی بیشتریاشو درست جواب داد، ولی چند تاییشو مجازات شد. اشکال نداره، دفعه دیگه جبران میکنیم، برای دو برابر بهت میدیم. حالا که این کار ولی خدایی با نمک بهت ندادم دیگه. ببین چقدر این نمکی بود، دروغ نگو. نه یه ذره رد. اون رد کرده بود شور بود؟ نه رد کرد، اون خودش شور بود. مرسی با اینکه این شور بود باز تو دادت ریختی روش. عاشقتم. خدا فشارت نیفته. خب حالا که این کارو گرفت کرد اشکالی نداره دیگه. چه ما مریضی میشه، منم تلافی میکنم. دفعه بعد من تلافی میکنم. اشتباه بگی من میدونم. اگه درست بگم چی؟ میگه بدبختی داری، من درست بگی درست گفتی هرچی خواستی میخرم برات. اصلا نمیخوام چالش جمعش کنی. من هر چالشی درست میکنم میبینم داشت به نفرم تموم نمیشه. بچه برامون کامنت بذارید از چالشمون اگه خوشتون اومد و اینکه سابسکرایب بکنید، دنگوله رو بزنید حتما. توی اینستاگراممونم ما رو دنبال کنید، خیلی خوشحال میشیم. یه چیز دیگه هم البته من بهتون میگم که چالش بعدی رو شما انتخاب کنید توی کامنت ها. من چه بلایی سرش بیارم، خدا بداد واقعا چه بلایی سرش بیارم. با من دوست باشید. دروغ. چالش های قشنگی من براتون چی میذارم. داده خورده من هر چی که تونستید بگید من اوکی میکنم، چالششو میگیرم باشه. میذارم. بعد من مارمولک کباب میکنم میدم بهتون بخورید. نه دروغ میگی بچه، شما هم کاری که من میگم بکنید. بوس برسید خیلی خدافظ.